چه خبر؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو و امشب اومدیم که چند تا از ترسناکترین، تسخیر شده ترین و معروف ترین کتاب‌های جهان رو با هم دیگه بررسی کنیم و داستان هر کدومشون قرار دونه دونه براتون تعریف کنم. اما قبل از هر چیزی خیلی خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، کامنت چیزی داشتین زیر بنویسین، این ویدیو رو لایک کنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید. بریم سراغ ویدیو. کتابی که الان قرار در موردش با هم دیگه صحبت کنیم کتابی است به اسم رستاخیز مردگان یا نکرونومیکون که داستان خیلی جالبی داره که الان براتون تعریف میکنم. این کتاب توسط شخصی به اسم عبدالحضرت در سال 700 نوشته میشه. عبدالحضرت یکی از افرادی بوده که در زمان خودش از لحاظ عقاید، مذهب و حتی تفکرات با مردم خودش خیلی تفاوت داشته و به خاطر همین تفاوت مردمش اون از شهر بیرون میکنن و اجازه زندگی داخل شهر رو بهش نمیدن. عبدالحضرت از روی ناچار مجبور به مهاجرت میشه و داخل بیابونا با موجوداتی آشنا میشه که اونا از سبک، آداب و رسوم زندگی خودشون برای عبدالحضرت تعریف میکنن و اون شروع میکنه به نوشتن این کتاب و بعد از ماه‌ها که کتاب نوشتنش تمام میکنه برمیگرده به شهر خودش و قسمت عجیب ماجرا همینجاست که مردم دوباره اونو به شهر راه میدن. عبدالحضرت موفق میشه که کتاب خودش رو به نشر برسونه، اما اتفاق خیلی جالب و غیر منتظره میفته. دقیقاً فردای همون روز عبدالحضرت جسدش داخل میدان شهر پیدا میشه که به طرز خیلی عجیب و غیر منتظری کشته شده. این کتاب خیلی عجیبیه، جوری که به شدت و خیلی سخت رمزگذاری شده و رمزنگاری کردنش کار هر کسی نیست و کسی تا الان نتونست ادعا کنه که مفهوم و داستان این رمزها رو میتونه رمزنگاری کنه یه جورایی. و داخل این کتاب شما میتونید از هرچی از انواع ساخت طلسم، احضار جن، دعا، نفرین، همه چی میتونید داخلش پیدا کنید و حتی یه قسمتش اختصاص داده شده به اینکه چگونه شما یه مرده رو زنده کنید و کتاب خیلی ترسناکه، جوری که احضار روحی که داخل این کتاب نوشته شده کلا با هر احضار روحی که تا الان دیدین یکی دو لول فرق داره و چیزایی که اگر که سمتش برین دیگه راه برگشتی نداره. اما کتاب بعدی که قراره با هم در موردش صحبت کنیم کتابی به اسم قانوننامه گیگاس یا انجیل شیطان. این کتاب یکی از بزرگترین کتاب‌های کشف شده تاریخه که 23 سانتی متر ضخامت داره و وزنش 75 کیلوگرمه و داستان خیلی جالبی پشتش داره. کتاب قانوننامه گیگاس یک کتاب عظیم و غول‌پیکره که از 800 سال پیش که یعنی میشه قرون وسطا تا الان به جا مونده و نوشته شده و داستان این کتاب از این قراره که یه راهبه به خاطر یه جنایت زندانی میشه و زمانی که داخل زندانه از نگهبانای زندان درخواست قلم و پوست گاو و الاغ میکنه و بهشون میگه که کتابی رو مینویسه که مثلش هیچ وقت نمیاد و در کمترین زمان ممکن این کارو میکنه و دقیقاً 2 روز بعد کتاب انجیل شیطان رو مینویسه که یک کتاب خیلی غول‌پیکر، بزرگ و چیزی که انسان نمیتونه در 2 شبانه روز اونو بنویسه و داخل صفحه 299 این کتاب بدون هیچ دلیل خاصی و بدون اینکه مرتبط به بقیه موضوعات داخل کتاب باشه عکس یک شیطان کشیده شده و خیلی ها میگن که این شیطان همون شیطانیه که به این راهبه کمک کرده تا این کتاب بنویسه و اجرایی این راهبه روح خودش رو به شیطان فروخته بوده. طول هر صفحه این کتاب 92 سانتی متر و عرض هر ورقش 50 سانتی متره که در جمع 320 صفحه داره این کتاب و همش هم از پوست گاو و الاغ درست شده جلد و هر ورقش، به خاطر همین هم است که خیلی سنگینه. کتابی که الان قرار در موردش با هم دیگه صحبت کنیم خود کتابش معروف نیست بلکه شعری که داخلش این کتابو معروف کرده و اونم شعری نیست جز جهنم تومینو که فکر می‌کنم حداقل یه بار اسمش به گوشیتون خورده باشه و بشناسینش و یکی از محبوب ترین داستان‌های ژاپنیه که مردم خیلی هم بهش اعتقاد دارن و هیچ وقت اونو با صدای بلند نمیخونن. این کتاب داخل سایه همراه با 500 تا شعر دیگه جای داده شده که هر کدوم از هر کدوم دیگه عجیب‌تر و ترسناک‌ترن که اگه گفته میشه اگه اونا رو بلند بخونیم به سرنوشت خیلی شومی دچار خواهید شد و روزها و هفته‌های بعد احتمالاً میمیرین. و داستانش هم الان براتون تعریف میکنم. داستان مربوط میشه به دختر 8 ساله‌ای به اسم تومینو که این شعر رو مینویسه و وقتی که پدرش متوجه میشه اونو زندانی میکنه و بعدش که میره دخترش رو آزاد کنه میبینه که تومینو خودکشی کرده و یه جورایی میگن که روح تومینو داخل این شعر دمیده شده و هر کسی که اونو بخونه توسط اون نفرین میشه و تا به حال 470 نفر این شعر رو بلند خوندن و گم شدن همشون و جسد 457 نفر اون تا الان پیدا شده و یکی از عجیب ترین شعرهای دنیاه که الان یه قسمتش رو براتون میخونم.
خواهر کوچکتر خون بالا می آورد، خواهر بزرگتر آتش بالا می آورد، تومینوی شیرین کوچک طلا بالا می آورد. که اگه بخوام مثلا ترجمهش رو نگاه کنین خیلی واقعا شعر مزخرفی هم هست، ولی نمیدونم واقعا این شعر چه جوری انقدر کشته داده. خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و اینم بود از آخرین داستان این کتاب. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوهای بعد، بدرود.